شهناز تهرانی بازیگر، خواننده، رقصنده و گوینده رادیوی اهل ایران است که در 1 فروردین ماه سال 1333 در تهران به دنیا آمد. وی فعالیتش را در سال 1345 با سریال‌های اختاپوس، صمد و سرکار استوار آغاز کرد و نخستین فیلم سینمایی وی بازی در فیلم صمد و قالیچه حضرت سلیمان در سال 1350 بود. او تا دوره دبیرستان تحصیلاتش را ادامه داد و پس از آن به فعالیت در سینما و تلویزیون ایران روی آورد. شهناز تهرانی در طول دوران هنری خود در 122 فیلم سینمایی و تئاتر ایفای نقش نمود که نمونه بارز آن بازی در برخی از مجموعه فیلم‌های سینمایی صمد بود. شهناز تهرانی 9 سال در تئاتر جامع باربد، تئاتر نصر، تئاتر دهقان و تئاتر ملت فعالیت داشت که تا 1 سال بعد از انقلاب 57 نیز ادامه داشت. پس از انقلاب مدتی در زندان اوین بود و سپس مانند بسیاری دیگر از ایرانیان مجبور به ترک کشور شد. در لس آنجلس با همکاری اسکندر حجتی ملقب به حجی جون بیش از 300 برنامه موزیکال و کمدی ساختند که این زوج هنری را بیش از هر زمانی بر سر زبانها انداخت. از محبوبترین آنها میتوان به عمو سبزی فروش، من دلم ماریو میخواد، عکاس باشی، دختگل، جیران، مدرسه بزرگسالان، سمنو فروش و رشید خان اشاره کرد. پس از مدتی شهناز تهرانی از آمریکا به دلیل نداشتن اجازه کار اخراج شد و به کانادا، ترکیه، اسرائیل و گرجستان رفت. وی به مدت 12 سال در رادیو ران که برای فارسی زبانان از اسرائیل پخش میشد به عنوان گوینده و برنامه ساز حضور داشت. همچنین در طول این سالها با حضور در برنامه‌های شاد و بزمی ترانه‌های خاطرانگیز قدیمی را بازخوانی می‌کرد. وی در پاییز 2021 با همکاری مدیر برنامه‌هایش مانا ماندگار ادکلن بانو را روانه بازار کرد که محصولی مشترک از فرانسه و ترکیه است. بانو شو برنامه تلویزیونی با اجرای شهناز تهرانی است که در آن خاطراتش را بیان می‌کند که از شبکه فوریو پخش می‌شود. برخی از آثاری که وی در آنها نقش ایفا نموده عبارتند از جانی و توپل، خدا قوت، رفاقت، گربتی‌ها، پشمالو، غرور و تعصب، میهمان، زنبورک، غلام زنگی، مرد شرقی و زن فرنگی، همخون، پری خوشگله و علی کنکوری.